الحمدلله رب العالمین در محفل شرکت بودیم که محفل سنتی است. ولیمه فرزند سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت آمد کرد گفت اولین ولو بشاطی، همین توی فرزنداتونا توی نکاحی را ولیمه توی نکاحی را میگن، همین را انجام بتین اگر چنده باید گوسفندم که باشد. هیچ شرایط امکان اگر نداشته باشید همین یک گوسفند بکش 4 نفر را دعوت کرد، اما به توی ولیمه را حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است. ببینید اولین ولو بشاطی، از همین خاطر هیچ جای شک شبهه نیست که توی نکاحی اصلا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و نشان نورعلی را به خاطر اقدام نکش بینه فرزند نو واسطه با بود هوا شوخی میکنه، همین کار خیر هیچ وقت تأخیر نداره. نکاح سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در زمستان میکننش، در تابستان میکننش، انشالله همیشه در وقت چای در مورد چای. کار خیر تأخیر باید نکنی، الخیر لا یؤخر. بچه سلامه شده است و بلاغت رسیده است، عین زنگیری شای برای بچه یوشو ای مقصد ای تابستان دیده در زمستان زنک ضرورتر پهلوشا گرم میکنه. و همون خاطر انشالله محفل خیر توی سنتی شب مبارک میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت او را داریم که پروردگار در پهلوی عبدالحکیم ما یک دخترک صالحه را جا کنه و خداوند بینشان الفت و مودت و محبت واقعی و اسلامی را برقرار سازد، حقوق همدیگر را بشناسند، پدر و مادر را احترام کنند. احترام که کردن انشاءالله از کرناشو باید احترام ببینند و خداوند از دامانش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محیب و دنیا بیارند. حضرت صلی الله علیه و سلم با وجود نکاح همین زمان آدم علیه السلام رایج بود. هیچ پیغمبری در تاریخ نگذشته است که نکاح نداشته باشد. هیچ بزرگی خدا، هیچ اولیاء، هیچ شخصیتی صالحی نگذشته است که نکاح نداشته باشد. نکاح به خودش محضر نسبت گفت النکاح سنتی، نکاح سنتی من است. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، هر کسی به سنت من عمل نمیکنه از زمره امتهای من حساب نمیخوره. شخصی که امکان و شرایط داره اگر بالفرضی نکاح نمیکنه با وجود اون که امکانیت شرایط هست، اون بعضی آدم عادت کرده است دیگه خلاصیه، اون مردک به یقین بدونه که فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم میشه. یک مرد خدا بودی از صحابه پیامبر به نام معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. حضرت در شام بود، در همون وبایی که در شام اومد، وبای امواس میگن، خیلی آدم اونجا تلف شد. 2 زنش در همون بیماری از دنیا میگذره. خودش مسئله بچه و جمعه خوبه. وقتی نزد شما دن افضل چی تقاضا داری، چی میخوایی، چیکار کنیم؟ و بعضی هم میگن که چی خدمت کنیم حضرت؟ او زنم دادیم. او گفتن حضرت هم یک نفس دیگر بوده، این کسل تبابت شونده نیست، زنت چیکار میکنی؟ حضرت بود من از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت بود شرارکم عذابکم، بدترین شما بیزنای شما هستند. من نمیخوام بیزن ای دنیا برم. میگم یه زن نکاح کردن دادنشی از ساعت پس عالم فانی را بدرود گفت بررفت با عالم باطن. اینه خیلی مردکا بودن. ولی مسئله جدیه، خاصتا در این شب و روز که فسق و فساد دیگه از حد زیاد شده است. همین فرزند به بلاغت رسید، خوب پسر باشه خوب دختر زودتر خاندار کردن در کار. تصور کنیم دورای جوانی خودتون که شهوت وقتی که جوش زد اینا کنترل کردنش بسیار مشکله، خیلی مشکله در وقت قسم. برای هر چی تیزتر همون قدر بهتر و خوبتره. در همین شرایط زمان فسق و فساد زده کنیم. از همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح به خودش نسبت داده، گفت نکاح سنت من است. کسی دونسته با وجود امکان داشتن سنت من را ترک بکنه از زمره امتهای من حساب نمیکنه. سبحان الله. و حضرت صلی الله علیه و سلم زن را بسیار صفت کرده است. حتی زن یا نعمتی بزرگه. نعمتی دنیا زن دندان بود، بی زن دندان جهان زندان بود. حضرت میگه که الدنیا متاع، همین دنیا همش متاع استفاده شوندن، یا خوردنی ای یا پوشیدنی ای
یا نوشیدنی های یا بو کشیدنی های یا مثلا که سوار شدنی های. بهترین متاع دنیا میگه زنی صالحه و خیر و متاعها المرأة صالحه. حقیقتا از همین زن در نعمت خوب در دنیا نیست. سبحان الله. این مسافر شاید کمپیرکت بگذاره با قدری زن میرسی و میفهمی که این زن چی گفتنی گرده است. زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش رو پادشاه. زنی خوب باشه صالحه باشه قناتت بشه و دستگیریت بکنه. با خدا قسم همین دنیا و تمام نوش نعمت دنیا برات بالاتر است. یک کسانتری نصیحت کرده میگه پیر شده از دیگه زن چیکار میکنه خونه آباد بکن هیچ عقل فراسا داری عیاشو تو احتیاجی بیشتر داره خیلی هنر نم تو یک چیز سالش رفتگی طرف تیش قبل سری هنر نیسته بعضی کوری هسته که به هیچ که گفتش نمیشه با فرزندت گفتش نمیشه و خیلی مرای خدا همین عقل فراسا نداشته باشه بیچاره میشتگی که سر میته او بود او سین سال دیگر پرسته تر ورم کرده از ادینان و دیگر پیشم چه قبیده را میتونه سر میته با کی بگه استیماز شد بختر در گفته نشود و بچه را خیلی بچه بناموز و غیره در کن که پسیده خودش بو بکشه و بفهمه ای او بدتر خدا نگه بداره خیلی سین سال که را دیگر کنترل کرده را میتونه خیال میکنه گوزای سر میته که یه چیزی بو ویزیبتر های گوزای چکا کنه بیچاره مسافر دیگه خودش شوشته نتونه حالش بده بسیار وضعیت بزیبه همین شبا مثلا احتیاج خیلی زیاد میشه یک حوجی رفیق داریم ای کلو داریم ای تباله کلو فرزندوش همش همین جهان فیلم دارن و خیلی سوزن زن داره یا زن دیگر هم داره حقیقتی کمپیری اوچاش اینجا اومدی هم دوشنبه که کسل میشه منو یعنی کرونا ویروس ناشدنی کرونا ویروس که کرونا ویروس با من خودم زود چاپش است بعد همین یک چند روز ایستاده است اندکک به خود اومده است دیگه میرم کلو بچه‌هاش جرأت نمیکنن که معنیش کنم با یه بچه‌ش با پیش ما اومد که دنگوها میگه که خودت بگذارن پدری بودن التماس کنم من که روز اگر ما خود کلو بش بریم این مادر ما اوق نمیکنه اگه پیش اوزا میگه پیدا کلو بخوریم این میدونه که کمپی مادر ما اوق نمیکنه انا گامونا نمیگیرم و بوی رو نتونیم که مقصد معنیش کنیم اما دیگه زن زدم گفتم بابای حاجی پگه یه جویا با مخریم یا با مخریم گفتم با میگم چیزی ریحان دار همجا خیلی سوزه همجا بریلی بشینیم یا چک کنیم مایلش گفتم همین روز یاش سحر بود حاجی بیه بیه حاجی بیه کایده بیه حاجی همجا پیش کنم همجا بزنه güzel güzel, hoca güzel. Ben bir his kaldım. Müşmüş lütfen. Fahmedim ki yanametum. O hamın şavdi ultimatumum. Agar nabarinum, meram ya takside kuruş olmuşam meram. Diye şabuna geçer olur. Ya kıdık ne gittik yanameşim. Çi derdi onu gittik. دردم زنم چی درد رو میگم او گفتم خیلی بعد کسری خونه او گفت چوک گرم گرفته نتونی او مقصدی ای اوبوزی من کدام گرد اون رئیسی اوبوزی من کسل مرده است این کامپیوتر خودش ایران بدتر او بخیزم شو حلقم کوخ شدگی او با کی عرض داد کنم با کی خلا نیا اوی جشمدگی دم نمیگیره در پیشکم بیوبا یا خبرم نمیگیره نمیخیزه شاید تمپراتورم بسنجه حضور گفت فیروس میگه بخیر برم گرفته اومدم و بسیار نعمتی بلنده بسیار نعمتی بزرگه شکرگزاری کرده در کار خدا را اگر خداوند زنی صالحت برا 5 نوبت بزن بردارد چیاری موافق بود در برد این خداوند میگه یک زنی خوب صالحت داد 5 نوبت شکرانه نعمت الله کرد عبادت پروردگار را ترک نکرد خدا را شکر کرد که پروردگار را میاری موافقه در برد گذاشته است همه روز اگر غم خوری غم مدار چه شب غمگسارت بود در کنار هم یک غمگسار در برت باشد همه پرابلم حیات در چشمت هیچی هیچی یک شخص یک ژورنالیست ای مصر
میگه که یک مسئله شرعی وقتی نزد شیخ اصحر رفته، شیخ کلام. این والله علم زمانای همون امام محمد شعراوی بوده است. امام محمد شعراوی شیخ کبیری همون اصحر شریف بود. میگه نزدش رفتم، پرسیدمش، گفت که ما همه وقتی مجلس با مجلس کتابی را کرده نمیتونه. خود اینم طور نیست. بیا بو آدرس اکاوا میتونه. برای انشالله او مردک گیردار داوتوزش کمتر کرد. 100% انشالله جواب تایمون میگیری. به یکون تشویش ده یکون مقصد انا دو دیلگی. و میگه آدرس اکاشا گرفته رفته. یک بودم قبول کرد. مشمول اینجوری شد. شیخ اصلا سر صفحه میشه صفحه. بعد میگه مسئله را گفته. گفت که باور کرد یک جاکش شک دارم. ایره یفتان در کارای کتابو. مگرم یک 2 روز دیگه من کتابی نکنم. اگر روزی سروش ندار کارت باشد بیا همین خونه اکای کلونی برم. اکای کلونی. او ای خونهش نمیبره دوی دبلوی کتاب باید. انشالله هم 100% جواب میگیری. من میگه آدرس هم میگیرم میرم در آوی میکنه. ریشش 30. بعد خیلی جواب در حال گفت بگرد. من میگم چون سالون دیگه توش نزد. یه بچه پیش محمد شعراوی رفتیم سرش سفید. واقعا گفت پیش اکرم برا نزدی اکاش رفتیم مشون برایجی خودت تلونی بدهی نزدی تو میبینیم ریشت چه حکمتش چیه؟ گفت حکمتش اینه که او دوداری خوبی مو یا زنی سگ داره او کاری دولتی را جرعت نمیکنه چون یا زنی دیگر میگیره. همون یا زنی سگ قطعی همون خیلی میجکناش که با همون خود گرفته باش کرده است. او دوداری دیمگیر ده زنه های یا زنش همداری کم میجکاو یا زنی زنک خوب های ولی خدای طولو اقبال هم داده است. اقبال هم داده است این مقصد که یا نعمت بزرگ بالام داده است که زنی خوب محقیقا داده. همه حتی همی سرسفید شوی و پیر شوی و رو او جنگ زدی و همه همیو وابستگی بین هویت سخت و زن. اول زن آخر زن اونگه زن مرد. معنوش همیه یا خیر. چه خوبروی باشد چه مستور باشد زن خوبروی بدیداری او در بهشت است شد. زنی خوب باشد مستوره باشد اطاعت کنه هر وقت وقت قسم شوهر نگاه کنه خشه در بهشت است. الله اکبر. اگر پارسا باشد و خش سخن نگه بر نکویی و زشتی مکن. زنی مقصد شیرین زبان باشه خدمتگار باشه دیگه حسن جوان شو اهمیت نده. ببرد از پری چهره زشت خوی زنی دیو سیمای خشتب عبوی. همیشه در زندگی همین زنکی که فعل خوب داره زبان خش داره بود میکنه او هر قدر خوشبو باشه و کسافت همتری گپ گردون باشه و جقی و بقبقی باشه یه روز نه یه روز در جانت میزنه ای بحرش میگذاری. بیوشه مادر موری رویت میکنه میگه در سال فتح مکه مکرمه یک زن میگن از حضرت صلی الله علیه وسلم من دیگه او دارم این زنک مردم رشک داره کن این زنک پیغمبران هم رشک داره میگه ریدوش هم در زمین پرت و پزن مرپدوش بود. اما از شیش خیلی صحبت کردن حتی میگه او زنک گریه کرد حضرت صلی الله علیه وسلم هم او دیگهش میخ غریش در گریه کرد. بعدی چند دیگه اومد رفت میگه مردم بتونه کی بود؟ گفت این دوگانه ای صفاتش کرده اما زمان حیات شبه یاد آورده خصلت‌های خوب شبه یاد آورده منظر خوب میدیده و بگم رش کنم در این خدیجه که اویشه ندید استش این خیگو مرد و یک کمپیر بود مرد خدای تالو در جوش دخترهای صالحه و دختری با کیره رو نصیبت گردونده جای همه افسوس خدیه یا که خیر مرد ایو در خوبتر و بهتروش هم میگه برای نصیب گردون بعد بگیوشه میگه خوش که هم میگه پناه حضرت میگه بعد با غضب اومد که در هیچ وقت میگن تا غضب اومد گفت والله از او خوبتر شناسیب اومد است. یعنی زندگی 15 سال از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خراب بود. 15 سال در سینی 65 سالگی وفات کرده حضرت 50 ساله بود. او زن 65 ساله بود.
والله گفت ایو خوبتر و بهترش خداوند نصیب نگردوند. عجیب ده، عجیب خصلت‌های داشته است. خدا رحمت و مغفرتش کنه. اگر میدیده است که حضرت اندک استریمش نیست از این خیر و میموده است که پدر و مادر ما خدا فدات کنه. یا رسول الله چی وظیفه بشه؟ وقتی تو پیغمبری الله هستی، تو حبیب الله هستی. خیلی دو سگ جکی مقصد که جکیش او با تو چی ضرر و زیان میرسونه؟ حجمی پشه چی اورد خلال بر مایه فیل؟ آخه ای او با تو چی زیان میزد؟ همه خیلی گپ میزده است که حضرت صلی الله علیه و تمامی غم اندوش فراموش میکرد. ببین همه روز اگر غم خری غم مدار چه شب غمگسارت بود در کنار. این خیلی زد خدای تعالی بتد این نعمتی پروردگاره. همیشه شکرانه نعمتی پروردگاره کردن در اکی انشالله نورالی ما را می گوهرشناس میدونم دختره به خاطر دین و دیانت انتخاب میکنه قبل از نماز یک کلم برای قچه انتخاب کرده است که بیا خدمت کنه اکی نمیدونم قدی بچه شرما را از بار شده باشن نشده باشن نه که عادتا وقتی که پدر و مادر اگر به همو دیل اگر به همو مقصدی چی بگم همو خاراکتریستیک خودشون موافق بیاون عادتا یا از بار چه میشود نگی به هر وقت وقت مردکی آقیدن ها قضیه استیدن بودن دیگه مخموندونش یا دخترکی صالحه را بیارد خدمت بکنه ها بگیره خداوند ایشان نوری صاحب نبیهای صالحه کنه حوالیون برادری را که در این محفلی خیر شرکت دارند و همه خیلی روزای سعادت خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان نبیهاش برد ربنا آتینا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.